سلام بچه ها، ما امروز از مدرسه اومدیم، میخوایم با هم دیگه آماده بشیم برای خواب. خب لباسم بیرون های مانتو، اینم شلوار. وای راحت شدم، داشتم میمردم. اینم از جوراب پیف 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 پیف. اه اه اه. خب بریم همون باهای پیف پیفی رو بشوریم که تمیز بشن و بشه ترمالشون کرد. خب بریم یکم آب بزنیم اول دستامون رو برداشونیم، بعد آب میزنیم به صورتمون که یکم حال خیش صورتمون رو میشونیم. خب صورتمون رو که شستیم خشکش میکنیم با دستمال. خستگی از قیافم باره، موامو باز میکنم شونه کنم. اینجا میگم قرتی بازی در بیاریم و خب بریم برای شونه که چه حالت قشنگ گرفته موها وقتی نمیخوام برم جای اینجوری میشه. چه گری افتاده بود تو موهامو. بله بچه ها، بریم موهامون رو جمع کنیم که یه روتین پوستی خیلی ساده انجام بدیم و بریم غذا بخوریم و بخوابیم. اندازه یک خرس گرسنه‌ای دارم از گرسنگی میمیرم. خب با ژل آلوورا صورتم حال میدم، یکم جون بگیره، با دیسپلش میزنم، یکم بوی خوب بگیرم. به خورشت بادم جون جای همه خالی. به واقعا جای همه تون خالیه. بریم غذامون رو بخوریم و آماده بشیم برای خواب. خدافظ. بوش بوش.